Hello, ladies. How are you? I hope you are doing well. We want to finish this bag today. سلام بر شما خانم‌های ایرانی، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز می‌خوایم که این کیفی که رشی روزی کرده بودیم و در واقع بدوزیم و تمامش کنیم. بریم که شروع کنیم. خب خانم‌های عزیز، ما برای این کیف برای دوختش به 4 لایه نیاز داریم. زیرسازم نیاز داره. این یکی خود اصل پارچه است، یه لایه نمد عین شکل خودش و یه لایه زامفیکس که بین نمد و این کیف اصلی قرار میگیره و اتو میشه، بهش میچسبه و شقارق میشه و یه لایه آستر که آستر کلا جدا دوخته میشه و بعدا قلفتی میشه و تبله کیف که از اینجا شروع میشه دور تا دور کیف رو اندازه میگیرید هر چی که هست. مثلا فکر کنید که 80 دور تا دوره از این بالا تا این پایین. البته 3 سانت بالا رو در نظر نمیگیرید، 3 سانت پایین تر در نظر میگیرید و این دور تا دور اندازه میگیرید هر چی که هست. میشه بلندی تبله و پهناش هم بین 10 تا 12 13 سانت. هر چقدر که شما میخواید که کیفتون جادار باشه همونقدر اون پهنای تبله رو در نظر میگیرید. این بعدا وسط در وسط این نوع تبله رو که در آوردید وسط در وسط این پایین کیف هم باید در بیارید و این تبله از این پایین به هم وصل میشه به کیف. در واقع از این ور وسطش رو میذارید روی وسطش، چرت رو میذارید روی چرت، اینجوری میدوزید این ور، از این ور هم میدوزید به این ور. حدود 3-4 سانت مونده به بالای کیف رو نباید بدوزید، یعنی باید یه فضای خالی داشته باشه. بعد اینام که بندای کیفه که هر سایزی که خودتون دوست دارید. زیپ نیاز داریم و 2 تا تیکه حدود 5-6 سانتی که زیپ در واقع اینجوری بهش دوخته میشه. زیپ اینجوری بهش دوخته میشه. خب و بعد به 2 تا لبه بالای کیف وصل میشه. میریم که دوختش رو شروع کنیم. یعنی قبلش البته باید این لایه رو بچسبونیم، بهتون نشون بدم که چطور این کار رو انجام میدیم. به پشت این لایه اصلی میذارید، لایه زامفیکس رو میذارید روی لایه اصلی کیف. بعد نمد رو میذارید روی میتونید که یه لایه پارچه بذارید که به لایه زامفیکس به لبه های اتو نچسبه.
بعد این گوشه ها رو چرت میزنید، این گوشه ها رو چرت میزنید که اینو وقتی برمیگردونید راحت و تمیز برگرده. این ورم همین کارو میکنیم، این ورم همینطور میدوزیم. حالا اینو برش میگردونیم اینطوری. این لبه ها رو چرخ میکنیم روشو اینجوری که بمونه. گوشه ها رو خوب باید چرت بزنید که خوب برگرده، یا سبکشون کنید یه همچین حالتی بشه. خب به این شکل اینو چرخش میکنیم این کنار کیفو دیگه. خانمای عزیز، دسته های کیفو که من این شکلی درست کردم، جایی که فکر میکنید مناسبه، من حدود 4 سانت از هر طرف از این گوشه فاصله دادم و نصبش کردم. شما میتونید نصبش کنید. جایی که جلو رو علامت زدید همونجا برای پشتم علامت میزنید، دو طرف رو میگیرید و دسته ها رو روش نصب میکنید. بعد بریم سراغ زیپ. این دوتا تبل مانندی که درست کردیم برای زیپ، اینا رو کنار هم میذاریم. زیپو این وسط در واقع بهش میدوزیم و بعد به تنه وصل میکنیم. میریم که زیپو بدوزیم. دوختیم. حالا وصلش میکنیم به کیف. به این لبه بالا، این لبه رو به این لبه سوزن میزنیم و اینو به هم میدوزیم. وقتی که اینو چرخ کردیم به سمت پایین اینو لبچرخ میزنیم، یعنی روی اینو لبچرخ میزنیم. میتونید که اینو بدید داخل و روی این کارو چرخ کنید، روی این لبه کیفو میتونید چرخ کنید. فکر کنم این کار بهتر باشه. سوزن بزنید. خانمای عزیز، امیدوارم بتونید برای خودتون این کیف زیبا رو بدوزید و از کار دست خودتون لذت ببرید. هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. Ladies, I hope you could make this bag for yourself and enjoy it. Everywhere that you are, be happy. See you soon.